خب بریم سراغ ادامه کار. این که مین بادی بود، باش کاری نداریم. بریم سراغ ادامه دکمه. اینو میذاریم اسمشو numbers top تکست میذارم، مثلا تکسته بدونیم واسه کدوم قسمتشه. خب حالا میتونیم یه کاری کنیم، همینو کپی کنیم، نامبر با تکست، نه از فعلا اینو برش میدارم. توضیح میدم دارم چی کار میکنم. ببینید توی رفرنسی که داشتیم رنگ اینا مشکی بود و رنگ اینایی که روی پس زمینه مشکی بودن سفید بود. خب من اینو سفیدش میکنم. خب و بعد میایم حالا روی اینجا این پنت لیر رو من پاک میکنم و قبلیت دوباره فعال میکنیم. خب حالا میایم اینجا، میایم روی این دو جدیده اد پینت لیر رو میزنیم، میایم سراغ ادامش. تکسچری که اون موقع استفاده کردیم برای شماره دقیقا یادم نمیاد چی بود. فکر میکنم یک چیزی مثلا مثل این که نبود، این یا این بود. همین استفاده میکنم، مهم نیست چون اینم نوع نوشته هاش هم این دیگه اصلا فرق هم داره. خب SND X رو میزنم برای چه. خب خیلی کوچیکه، میزنمش روی است و اینه میزنم روی بولت. حالا زیادی بزرگ شد. خب میزنمش روی 17. خب بنظرم خوبه. خب حالا اینجا کوچیکتر نمیزنیم، مثلا 14. بعد اینجا میذاریم والیوم. این ببینیم چی جور جا میشه. اینم روی اتوگرافیک باشه بهتره، روی اتوگرافیک درست. پرسپکتیو باشه شاید خورده سخت‌تر باشه انداختن تکست، مونیتوری دقیق‌تر میفته. مثلا روی 12. خب 12 و به نظر اوکیه. این پلاس باشه، این منفی باشه. خب و ببینیم تو اینا چی داریم. تو این تکست هایی که آماده است مثلا یه لاک داریم. خوبه همین لاک هر جا بندازیم 10 کنمش بکنم خوب باشه. بشه 8. یه ذره با اندازش با بقیه چیز نیست باشه، همون 9. خب این از لاک و دیگه چه دکمه بذاریم؟ مثلا اینو بذاریم 3 و از این برم یکی از اینا رو انتخاب کنیم بذاریم دوبار مثلا روی 5 خیلی کمه، میذاریم روی 10.
روی 10 هم زیادی بزرگ شد. میذارمش روی 9. رگولار میذارم روی بولد، میذارم روی لفت، میذارم روی رایت مثلا. خب اینم باشه اینجا. این دیگه هم بذاریم هولد، مثلا بذاریمش روی 20. تکس فونتمون پرید. بذارمش روی بولد پس و اینم باشه هولد. همه رو بزرگ نوشیم، هم پس بزرگ بنویسیم. اندازش هم بذاریم فکر کنم 14 خوب باشه. بذار بزرگ 13. ایکس رو میزنم برعکس شه. خب برای شما عمل کنید چون که رفته روی اریز. ببینید باید رو این باشه تا کار کنه. اریز برای پاک کردن بود، حالا تا الان استفاده نکردیم ما، چون ببینید ما این موقع از این استفاده کنیم این حالت که داره میذاره ایکس هم بزن برعکسش برمیداره. اریز هم فکر کنم اینجا همین کار واسم بکنه. خب این هم پس از دکمه های ما دیگه با تکسچر این کار نداریم. خب تکسچرمون این پاور زیاد کنار رفته، میتونیم عوضش کنیم. برش داریم، بهتره که برش داریم، خوب نیست. من فعلا یه براش معمولی انتخاب میکنم، کوچیک کنیم اینو پاکش کنیم. این تیکه‌ای که مربوط به تکست پاور بود همشو برداشت. دوباره بیایم اینجا فونتو سرچ کنیم. پاور PWR میتونیم این کار کنیم. اسمش بزنیم PWR مثلا. این دوتا فقط داشته باشن. 20 بزرگ 14 11 بزرگ هنوز ببینیم 8 خوبه. ببینیم اگه مثلا بشه یکم بزرگترش کرد که بهتر. اون بار اول فقط به ایکس و زن برعکس شه رو حالت چیزا بود. بعد چرا هولده PWR و اول پاکش کنیم به این علت که خیلی نزدیک به خط بود دیگه، دوباره همون اشتباه نمی کنیم. این هم از این. خب کارم تکسچر کردن مدل 3 بعدیمون تمومه. قسمت بعدی میریم تکسچرهای مدل 3 بعدی رو اکسپورت میکنیم و دوباره وارد نرم افزار بلندر میکنیم. یه رندر ساده میگیریم، حالا یا قسمت بعد میشه یا قسمت بعدش میشه. خب تا قسمت بعد خداحافظ.